جونم. بیا $50. خدایی اگه بتونی چند تا نکته درباره رقص یادم بدی به معنای واقعی زندگیمو نجات بدی. صبر کن، اگه توی برنامه واقعی هستی چطور یه استاد رقص نداره؟ دارم، ولی راستش مخش پاره سنگ برمیداره. از کجا بدونم مخ تو پاره سنگ بر نمیداره؟ چطور بدونم خودت سالی؟ خب بیا سر تمرین خودت ببین. واو من که نمیتونم کسی که نمیشناسم برم سر تمرین. پس چطور ثابت کنم ریگی به کفشم نیست؟ این دیوونه کننده است. دیدی؟ پسر اینو ببین چه باحاله. مشکلی نیست، ایشون با من. داشتید خوشحالم. من نوشیم مربی رقصشم. از کارات خوشم. راست میگه، کلاه تو حلقم. جولی پولی؟ خیلی خوب آروم. فقط قراره یکم درس اضافی بهم یاد بده، همین. من کی همچین حرفی زدم؟ خواهش میکنم، فقط میخواد کمی کمکم کنه، همین. به هر حال من فقط 2 روز وقت میخوام. 2 روز قول میدم اتره کنه. مرسی، متشکرم، ممنون. بفرمایید یه اسموتی آتش فشاری با گدازه شکلاتی اضافه. جونم. بیا $50. خدایی اگه فقط بتونی چند تا نکته درباره رقص یادم بدی به معنای واقعی زندگیمو نجات بدی. اگه توی برنامه واقعی هستی چطور یه استاد رقص نداری؟ کارم، ولی راستش مخش پاره سنگ برمیداره. از کجا بدونم مخ تو پاره سنگ بر نمیداره؟ چطور بدونم خودت سالمی؟ خب بیا سر تمرین خودت ببین. من که نمیتونم با کسی که نمیشناسم برم سر تمرین. داده پس چطور ثابت کنم ریگی به کفشم نیست؟ چیکار میکنی؟ دیدی مخ خودت پاره سنگ بر میداره؟ یه دیوونه کننده. دیدی؟ جایگاه اول بسر اینو ببین چه باحاله. هی دوکی مشکلی نیست، ایشون با من. تشنهید خوشحالم. من نوشیم مربی رقصشم. از کارات خوشم اومد. راست میگه، کلاه تو حلقم. فکر میکنی یه رقاص جولی پولی خیابونی میتونه بیشتر از من کمکت کنه؟ جولی پولی؟ خیلی خوب آروم. فقط قراره یکم درس اضافه بهم بده. لابا چون من کلاس کیکن کلابر استاد بزرگ رقص به اندازه کافی برای جانی خوب نیستم. نه منظورم این نبود. آره من به دردش نمیخورم. من فقط یه میمون پیل و خرفت و چاقم. من کی همچین حرفی زدم؟ خواهش میکنم، فقط میخواد کمی کمکم کنه. به هر حال من فقط 2 روز وقت میخوام. 2 روز؟ باید بگی 200 سال. 2 روز قول میدم بهتره کنه. واقعا؟ خب اگه عالی بشه من کلاهم قورت میدم. خیلی خب بچه ها، از اول